میخوام تلاش کنم امروز کوتاه‌ترین قسمت تکرارنجو رو در بیارم. به نام خدای بی‌صدایان. سلام، من علیرضام. اگه اولین باره که کانال منو میبینین، سعی میکنم هر چند وقت یه بار ویدیو بذارم تو کانالم، تو پلیلیست های مختلف. این ویدیویی از پلیلیست تکرارنجو، یعنی پادکست منه که هر چند وقت یه باری، 2 هفته یه باری، شاید هفته یه بار، حرفی که دوست دارم بگم و میام تو این پادکست مطرحش میکنم. پس میتونین سابسکرایب کنین، دنبال کنین کانالو تا از ویدیوهای جدیدم باخبر بشین. میخوام تو این قسمت در مورد پرسیدن صحبت کنم به طور کلی، و اینکه حالا از قدیم گفتن ندونستن عیب نیست، نپرسیدن عیب یعنی چی، که خیلی نظرمو جلب کرده چند وقتیه و دوست داشتم در موردش صحبت کنم. خب من میبینم که خیلی از ما وقتی به یک مشکلی میخوریم، یک نیازی داریم، از هم نوع خودمون کمک نمیگیریم، اصلا سوال نمیکنیم. درسته که فضایی مثل گوگل و اینترنت و اینا هستن که ما سرچ و جستجو کنیم توشون، به جواب سوالمون برسیم، به طور غیر مستقیم سوال رو حلش کنیم، جوابشو، و مجبور نباشیم که به طور مستقیم با آدم ها سر کله بزنیم، از اونا بپرسیم، رو بزنیم به قولی از افراد. ولی خب بعضی وقتا بهتره که ما از آدم ها کمک بگیریم. همیشه خب نمیشه تو اینترنت دقیقاً بمون جواب سوالا رسید، مخصوصا الان که خیلی فضای اینترنت شلوغ و زیاد سرچ های گوگل، سرچ های خوبی بالا نمیاد، روی صدر سرچ ها قرار بگیره. میطلبه که ما یه کمی به دور و برمون هم بیشتر دقت کنیم. مثلا همین قضیه اینترنت و مشکلاتی که داره، و الان یکی از دغدغه‌های امسال من که میخوایم ویدیو آپلود کنیم توی یوتیوب هست که چجوری آقا یک حجم قابل توجهی ویدیو رو ما آپلودش کنیم، با چه اینترنتی، سرعتمون محدوده، فیلتر. خب آدمایی بودن تو همین فضای ایکس که کمک میکردن، روش ها رو یاد میدادن، بدون هیچ چشم داشتی به رایگان، پله به پله، قدم به قدم، برای آدمایی که حتی سوادی هم نداشتن در این رابطه یاد میدادن که چجوری وصل بشن به اینترنت، استفاده کنن، بتونن استفاده کنن، پیشرفت کنن از آموزشاش، استفاده کنن از جنبه‌های مختلف اینترنت، به صورت جهانی بهره ببرن. خب این عزیزان ما رو نمیشناختن، همینطوری به رایگان بدون چشم داشت نکته هاشون رو با ما به اشتراک میذاشتن، و یه بخش قابل توجهی از ما که توی ایکس مثلا بودیم یا هر فضای دیگه‌ای که آموزشاشون رو دیدیم، از این آموزش ها استفاده کردیم و تونستیم بر این مشکل به قول فائق بیاریم و اتصالمون رو برقرار کنیم به فضای اینترنت جهانی. ولی خب برای خیلی ها این قضیه شاملشون نمیشه، یعنی به تنهایی نمیتونن این کار بکنن. من خودم تا وقتی که تونستم، تا جایی که تونستم، برای افراد نزدیکم که حالا مشکل داشتن نمیتونستن متصل بشن کمک کردم، که حالا گوشی اصلا گرفتم خودم، بعضا آموزش شدم که آقا اینطوری وصل بشه که بتونی ویدیوهای منو ببینی. خب این بیشتر وقتا من کسی از من نپرسیده آقا علیرضا تو چجوری مثلا وصل میشی. خیلی کم پیش میاد که بپرسن، رو بزنن بگن که آقا آموزش بده، یاد به ما بده، ما که مثلا هر روز هم دیگر میبینیم تو محله، تو دانشگاه. اینطوری خیلی کم پیش میاد. من بیشتر خودم قدم میذارم جلو. خب این زیاد جالب نیست. شاید من ندونم خب تو نیاز داری یا مشکلت، تو مثلا بیا پا پیش بذار. اگه از ایکس و یوتیوب و اینا استفاده نکردی یا نمیتونی استفاده کنی که این مشکلت رو رفع کنی، اشکالی نداره. به یک آدمی که میبینی این مشکل رو رفع کرده، اطرافت هست، دوستته، ازش کمک بخوا. و کلی مسئله دیگه که شامل این میشه. این یک مثالش بود که اینترنت، مسائل درسی هست که میتونید از همدیگه کمک بگیرید توی مطالعه، توی تحقیقات، توی خیلی چیزهای دیگه که به درس مربوطه. مسائل کاری هست، از هم دیگه میتونید مشورت بگیرید و قصه الهازا. کلی از این مثال ها وجود داره. پس نپرسیدن واقعا عیبه. الان غیر از گوگل، غیر از اینترنت، شما میتونید از افراد مختلفی هم کمک بگیرید. نهایتش اینه که اونم نمیدونه، میگه نه یا کمک نمیکنه به هر دلیلی، و این به این معنی نیست که شما خیلی ضایع شدین، آبروتون رفته و خیلی اتفاق بدی براتون افتاده. نه،
اصلا اشکالی نداره اگر نتونستین از کسی بپرسین و مشکل حل کنید. همونطوری که از گوگل شاید یه چیزی پرسیده باشین و نتونسته باشین حلش کنید، همون حالت باید براتون در برابر افراد هم سعی کنید پیش بیاد که خجالت نکشین و از سوالتون بپرسین. اون سوال مهمه که حل بشه، اون پاسخ حل بشه، اون مشکل شما حل بشه. میخواد تو هر زمینه‌ای باشه. میگم الان اینترنت بحثش داغه، الان 4 تا جوونم بودن که ما رو کمک میکردن وصل بشیم، اونا الان خبری ازشون نیست متاسفانه که در چه حالی هن. یک بحثی باز اونجا اینترنت اونطوریه، در زمینه درسی، در زمینه کاری، در هر زمینه ورزشی. خب خیلی الان از نرم افزارهای ورزشی برای باشگاه ایناشون استفاده میکنن. از یک مربی هم خب کمک بگیرن در کنارش، قطعا خالی از لطف نیستش. کمک گرفتن از یک مربی مجرب هم در دستور کارشون قرار بدن. فقط اون اپ و سایت خاص نباشه. این از افراد پرسیدنه، این حلقه افراد معتمد و دور خودتون جمع کردن خیلی مهمه. مخصوصا هرچی بیشتر سن آدم میره بالاتر، آدم بهتر میفهمه. میخوام زود اینو جمع کنم دیگه. امیدوارم کوتاه‌ترین ویدیو کانال شده باشه، ویدیو تکرانجوی کانال شده باشه. دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنید، معرفی کنید، هیچ ایرادی نداره. شاید جواب سوال یک کسی که منو نمیشناسه ولی پیج شما رو دنبال میکنه یا شما رو میشناسه تو این کانال باشه. موفق باشید.